این را بشنوید ای کاهنان و دقت دهید ای خاندان اسرائیل و گوش اندازید ای خاندان پادشاه، زیرا که داوری بر شماست، چون که شما دام برای مصفا بودید و توری که بر تابور پهن کرده شده بود و گمراهان چاه را چقور کندند، ولی من همه‌شان را جزا خواهم داد. من افرایم را میشناسم و اسرائیل از من نهان نیست، زیرا که حالا تو ای افرایم سرگرم زنا شده ای و اسرائیل پلید گردیده است. کردارهاشان نمیگذارد که آنها سوی خدای خود رجوع نمایند، زیرا که روح زناکاری اندرون آنهاست و آنها خداوند را نمیشناسند. و افتخار اسرائیل پیش نظر او سرپس شده است و اسرائیل و افرایم در گناه خود پیشپا میخورند. یهودا نیز با آنها پیشپا خواهند خورد. با گوسفندان و گاوان خود به جستجوی خداوند خواهند آمد، ولی او را نخواهند یافت. او از آنها دور شده است. آنها در حق خداوند خیانت کردند، چون که فرزندان بیگانه به دنیا آوردند. الحال آنها را با مول و ملکشان در ظرف 1 ماه فرو خواهد برد. در جبعه شاخ نوازید، در راما کرنی، در بیت آوین بانگ زنید، در عقیب توست ای بنیامین. افرایم در روز جزا ولنگار خواهد شد. در میان سبطهای اسرائیل من به طور یقین اعلان نمودم. سروران اسرائیل مانند دور کنندگان حدود می باشند. غضب خود را بر آنها مثل آب فرو خواهم ریخت. افرایم مظلوم گردیده در داوری شکست خورده است، زیرا خواست که امر بیهوده را پیروی نماید. و من مثل کویه برای افرایم و مثل فساد برای خاندان یهودا شدم. و افرایم بیماری خود را و یهودا جراحت خود را دید. و افرایم نزد اشور رفت و نزد پادشاه یاریب کس فرستاد، ولی وی نمی تواند شما را شفا دهد و جراحت شما را معالجه نماید. زیرا که من مثل شیر برای افرایم و مثل شیر بچه برای خاندان یهودا خواهم بود. من می درم و می روم، برداشته می برم و خلاص کننده نخواهد بود. من رفته به مکان خود بر می گردم تا دمی که آنها به گناه خود اقرار شوند و طالب روی من گردند. در تنگی خود آنها با زودی به من رو خواهند آورد.